باز هم مطلب کوتاهی در رابطه با یاجوج و ماجوج خدمت شما عرض می کنم و اینکه این دیوار کجا هست. اولا اینکه اونطوری که بعضی میگن این دیوار چین هست، این هم غلط است. البته میگویند که یاجوج و ماجوج در تاریخ نوشته، چون از این دیوارها خیلی زیاد است. قدیما هر کسی برای حفاظت شهر خودش، مردم خودش دیوار میبسته، ملک خودش را به وسیله دیوار حفاظت کرده. لذا کسی در چین هم به نام فیغفور چینی نامی دارد، فیغفور چین، این دیواری برای حفاظت چین، اون هم میگه به خاطر حفاظت از همین دست یاجوج و ماجوج که اینها از شمال همیشه تعدی میکردند و میرفتند به اون طرف شرق که چین هست و مردم را غارت میکردند، میکشتند. لذا به خاطر حفاظت از دست یاجوج و ماجوج اون فیغفور چین این دیوار را بسته. بنابراین اون دیوار غیر از این دیوار ذوالقرنین است. دیوار ذوالقرنین اکثر علما که تحقیق کردند، بررسی کردند، میگویند که این دیوار در شمال واقع است و نشاناتی که ذکر میکنند در نزدیک دریای خزر، در این بلاد این دیوار، حتی گفتن ترمز چقدر فاصله دارد از اونجا، بخارا چقدر فاصله دارد، بعضی بلاد دیگر را که از این دیوار چقدر فاصله دارند. این دیوار در این قسمت و این سد در این قسمت بنا شده. خب این موقعیت جغرافیاییش هست که علما بعد از تحقیقات بسیار فراوان ذکر کردند. اما یاجوج و ماجوج اونطوری که در بعضی کتابها به صورت یک انسان یا یک موجود افسانه‌ای ازش یاد کردن، این غلط است، طور نیست. بعضی ها طوری از یاجوج و ماجوج صحبت میکنند و سخن میگویند که گویی اینها انسان نیستند. میگویند که دو تا گوش دراز دارند. تو بعضی از تفاسیر نوشته که وقتی که میخوابند یک گوش خودشون را برای خودشون رخت خواب درست میکنند زیرانداز و یک گوش دیگر را بر روی خودشون به عنوان پتو و لحاف میندازند و میخوابند. یعنی چنان گوش های بزرگی دارند. اصلا معلوم میشه موجودات وحشی بسیار خطرناکی هستند. اینا همه غلط است، اینا نادرست است. یاجوج و ماجوج از نسل آدم علیه السلام انسان هستند، از اولاد یافس ابن نوح هستند. نوشتند ان یاجوج و ماجوج قبیلتان من ولد یافس ابن نوح، دو قبیله هستند که از دو تا فرزند یافس ابن نوح، اینها از اونها متولد شدند و نسل اونها ادامه یافت. به خاطر اینها معروف هستند، به خاطر سفاکیشان، خونریزیشان، وحشیگریشان. لذا اینها از اولاد یافس ابن نوح هستند، از نسل آدمند. اما جنگجو، خونریز، بیرحم، ظالم، در طول ادوار اینها ظلم کردند. و بسیاری از علما و محققین ما معتقدند که یاجوج و ماجوج همین بلاد شمالی، کشورهای شمالی و شمال غرب مثل بلاد روسیه و اروپا، نسلی که امروز هست، اینها از همون نسل هستند، از نسل یاجوج و ماجوج هستند. چون بسیاری معتقدند که یاجوج و ماجوج بر اساس یک روایتی
هنوز پشت دیوار هستن. هر روز میگن میریم بالا، چون انشاءالله نمیکنم میافتن تا آخر نزدیک قیامت بیادشون میاد که انشاءالله نگفته انشاءالله میگن، آخر میان بالا و میریزن زمین و همه جا فتنه به پا میکنند. پس بر اساس این قول یاجوج و ماجوج هنوز پشت دیوار هستند، اما بسیاری از علما از محققین ما این را قبول ندارند. آیه جلوتر میاد اونجا از اون آیه استنباط هست، هر دو تفسیر اونجا هست. میگویند نه، یاجوج و ماجوج پشت این دیوار گرفتار بودند، راه مسدود شد، راه ظلم، ولی از اطراف میتونستن بیاند. اون موقعیتی که اون شمال دارد امروزه اون سد خراب شده. بسیاری از شواهد اون سد را علما دیدن، تو کتاباشون نوشتند که بعد از مدت ها دیدن اونجا سد و دیوار بسیار خطرناکی بوده، سیل های عجیبی آمده، اتفاقات و زلزله های عجیبی آمده که همه چیز را تخریب کرده، از بین برده. لذا میگویند که اونها از اون راه نتونستن بیان، ولی راه های دیگری که بسیار دور و صعب العبور بود که تونستن برای همیشه در اون پشت دیوار زندان که نماندند. و امروز هم میبینیم که هیچ چنین جایی که مردم پشت دیواری باشند و راهی داشته نباشند نیست. امروز تمام زمین جلوی ما هست و اکتشافاتی که امروز بشر کرده نسبت به گذشته بسیار بیشتر است. پس در آن روز جلوگیری شدن، راهشان مسدود شد، این قوم از شرشون نجات کرد تا روزی که خدا خواست. ولی در طول زمانها این یاجوج و ماجوج اینها بر بلاد حمله کردند، بعد از اون حتی مردم را کشتند. همین روسی ها را دیدید که اینها آمدن چیکار کردند در این بلاد، در این جمهوری هایی که بغیر از افغانستان بقیه جمهوری ها، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 17 تا جمهوری، اینا چین خون ریزی بپا کردند، چقدر کتابخانه ها سوختند، چقدر علما شهید کردند، چقدر مدارس و مساجد تبدیل به سینما کردند. فساد همینه، این همون نسل هست. و بسیار گفتند که عرض کنم که چنگیز خان و مغول ها و اینها تمام مظالمی که انجام داده، اتراک، اینا همه از همون نسل هستند، نسل یاجوج و ماجوج که معمولا اینها اتراک، ترک ها و از خونم مغول ها، اینها تمام از همون نسل هستند، نسلشون یکی هست. در طول تاریخ هر جا که فسادی هست، هر جا که خونریزی هست، از همین نسل است. علماء معاصر و بعضی محققین گفتند که اینها همون نسل هستند. بله، در قیامت، چون در سوره انبیاء غالبا داریم که و هم من کل حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، از هر بلندی و بالایی سرازیرن به طرف اهل زمین. خب بعضی میگن که یاجوج و ماجوج اون زمان میاند. بله، یکی از علائم قیامت همینه که دوباره این قوم خونخوار و خونریز بر انسانها مسلط میشند، روی زمین خونریزی میکنند، فساد به پا میکنند، میکشند. پس از علائم قیامت است من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق. اونجا دیگه وعده الهی نزدیک، اون نزدیک قیامت است. پس اون هم هست، اونم یکی از علائم قیامت. ولی نمیشه که بگیم اینا پشت دیوار زندانند و اون وقت از چی؟ از پشت دیوار آزاد میشند، رها میشوند. ذوالقرنین وقتی که این کار را انجام داد گفت هذا رحمت من ربی، این رحمت رب من هست،
فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، هر وقتی که وعده رب من بیاد فرا برسد خداوند این را تکه تکه می کند. و کان وعد ربی حقا، وعده رب من چی هست؟ حق است، راست است. خب اونهایی که میگن یاجوج و ماجوج پشت دیوار است، این آیه را اینطور تفسیر میکنن. این آیه را اینطور تفسیر کردن و اون آیه که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون با هم خانی دارن. به این خاطر جمع بزرگی از مفسرین همین گفتن و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، گذاشتیم بعضی از آنها را، یعنی یاجوج ماجوج را، در که یموج فی بعض، در بعضی دیگه موج میزنن. ببین وقتی که جمعیت زیاد باشد، جمعیت بر هم دیگه هجوم بیاورند، این حالت موج دریا پیدا میکند، یعنی از بس که جمعیتشان زیاد هست. و نفخ فی الصور، این دیگه نزدیک و قرب قیامت خواهد بود، سور دمیده میشه، یعنی اونها در اون روزها نزدیک قیامت دیگه فرو میریزند بر زمین و در زمین فساد میکنن، بعدا سور دمیده میشه. اون آیه و این آیه طبق این تفسیر با هم موافقم، ولی این معنیش این نیست که الان یاجوج ماجوج هنوز زندان هستن، نه. یاجوج ماجوج الان فعالن در دنیا، فساد میکنن، مشکلات ایجاد میکنن برای انسانها و خلاصه در قرب قیامت هم دوباره این فتنه به پا می شود، دوباره این فتنه برخاست.